Misoli navbati savoli 2 است. نگاه کنید x رو داشته است 3 - ریشه 5 و یک ifade مرکب داشته است. پیش از x رو موندن هم وقت حرکت کنیم که این قوس‌ها رو شده ساده کردن. مثال وقت ساده میشن. خیلی بینیم ساده میشن یا نه. چی میشود اگر قوس رو x کوادرات جمع x کوادرات جمع 2x جمع 1 این در صورت میشود و در مخرج میشود x کوادرات minus x kvadrat جمع 2x minus 1 بسیار هم ساده نشد 2x kvadrat جمع 2x جمع 2x minus 1 یعنی وقتی هم بسیار ساده نشد یکم چی نشد برای همین بیاین یک بار مونیم جای x یعنی یکم هم وقت سنجن اگر مونیم چی میشود 3 minus ریشه 5 در کوادرات جمع 3 minus ریشه 5 جمع 1 و کسر در کوادرات اینه 3 minus ریشه 5 در کوادرات minus 3 minus ریشه 5 minus 1 در کوادرات یعنی قوس ها رو بشویم چند میشود در صورت 9 minus 6 ریشه 5 جمع 5 در این دویم قوس 4 minus ریشه 5 یک بار کار کنم یک بار قوس رو بشویم چند میشود 16 minus 8 ریشه 5 جمع 5 خطی کسر اکنون پایان بازمون چی میشود 9 minus 6 ریشه 5 جمع 5 مینوسی در این قوس 2 minus ریشه 5 چند میشه مینوس 4 جمع 4 ریشه 5 مینوس 5 برابر است اکنون بیاییم ساده کنیم صورت مخرج رو چند میشه 25 35 مینوس 14 ریشه 5 مخرج باشد 5 مینوس 2 ریشه 5 اکنون این جوابی درست است لیکن ما باید عددی بتونیم برای در این کتکون نوشتن چیکار میکنیم اگر در اختیار داشته باشین این ifade ریشه دار رو ما ساده کرده میتونیم چقدر ساده میکنیم صورت و مخرج رو با یک ifade باید ضرب کنیم کدام ifade و این مخرج است یعنی با مخرجش به من یک ifade رو از دم نویسم ریشه 5 تقسیم 5 مینوس 2 ریشه 5 در قوس گیرم اینها رو هر دو طرف رو باید با چی ضرب کنم با عددهای مخرج که اون چی است 5 2 ریشه 5 5 2 ریشه 5 لیکن اشاره برعکس باشه اینجا مینوس باشه اینجا پلوس میشه برای چی نمیکنیم ما مخرج رو به ریشه باید بنویسیم و بیایم قوس رو باید بگذاریم x 75 مینوس 70 ریشه 5 جمع 70 ریشه 5 مینوس 28 140 اگر خطا نکنم 140 خطی کسر پایان چی میشد 25 مینوس 4 5 20 و این رو باید ساده کنیم چند میشه هر دین میرود 145 35 پایان 5 هر دین رو تقسیم کنیم جواب ما 7 میشد یعنی ifade ما برابر 7 میشد یعنی باید بار تکرار کنیم هم وقت ifade رو ساده تر کنیم که ما ساده کردن کردیم یک بسیار ساده نشد ولی اینم ما میتونیم جای x موندم لیکن ما یک بار موندم که بسیار یعنی این ifade نو بسیار فرق نداره از ifade پیشینه برای یک بار کار کردم و باید در اینجا با خاطر بیاریم که ریشه که در مخرج دارم ما از ما خلاص نمیتونیم